دوستان گلم، امیدوارم که خوب باشین. اینجا بهشت شاپینگ سنتر است. در واقع اینجاست که شما میتونید از هر رنگ و از هر شکلی چیزایی که واقعا بدنتون نیاز داره بگیریم. البته تو خود اینا یه مقدار مسئله هست که من بهتون میگم. مثلا فرض کنید که این سبزی‌هایی که از قبل شسته شده خیلی باید مراقب باشید که بعضی وقتا اگه زیاد بمونن، مثلا حدود چند روز بمونن توی یخچال، وقتی درشون باز شده اینا بو میگیرن و من خیلی وقتا اینا رو با نمک و یه ذره سرکه مثلا میشورم. چیزایی که باید خیلی استفاده بکنین اسپرات ها هستن، خیلی خیلی عالی هستن، میتونین توی غذاهاتون استفاده بکنین. در صبحونه مخصوصا کسانی که کمبود انرژی دارن یا کمبود آیرون دارن خیلی خیلی براشون موثر هست و انرژی که تو این جوانه ها هست حدوداً 200 برابر خود همون سیدیه که اینها دارن. خب این قسمت رو میگذاریم ازش. چیزایی که اصلاً به هیچ وجه حتی نباید نگاهشون بکنین اینا هستن. درسته که میگن خیلی در واقع جوسایی هستن که هیچی بهش اد نشده، ولی خب اصلا کلن حتی جوسی که شما خودتون هم میگیرین میدونین که هیچ پرزرواتیوی نداره، هیچ رنگی نداره، هیچی نداره، خود اونا هم یه مقدار زیادی در واقع اسپایک میکنه، برای سطح انسولینتون رو به شدت میبره بالا. اینایی که بالاخره توی از شاپ میگیرین و از قبل آماده شده است، مسلماً سطح انسولین رو خیلی میبره بالا و دوباره گشنتون میکنه بعد از یه مدت. این کمبوچا هم اصلا به درد نمیخورن. خیلی ها میدونم که به جای جوس اینا رو استفاده میکنن، ولی واقعیت اینه که اینا هم کلی مسئله داره، کلی، یعنی زمانی که قرار باشه که اون فرمنتیشن اصلی انجام بشه به اون زمان نمیرسه و میزان شوگرشون خیلی زیاده. فعلا تا این قسمت از این جوسا و چیزایی که باید اصلا نگاهشون نکنین. شما حالا شاید خندتون بگیره، اینا واقعا برای من وحشتناکن این مارجرینا، یعنی اصلا نباید حتی نگاهشون بکنین. هرچی هم روش نوشته شده شما به غیر از کره خوب چیز دیگه ای نمیگیرین. همین کره هایی که اینجا هست میتونین استفاده بکنین. آنسالتش رو برای به اصطلاح مصارفی که حالا دوست دارین با کره باشه، و اون سالتتش هم که میتونین روی برنج و چیزای دیگه بریزین. و مواردی که اینجوری هم هستن چیزایی هستن که واقعا التهاب‌زا و ارزش اینو نداره که شما حتی وقتتون رو تلف کنین و پولتون رو بذارین. در رابطه با ماست هم، ماستا خیلی هاشون ادتیو خیلی زیادی دارن، اونهایی که میوه‌ای هستن که وحشتناکن و واقعا به جز این که شوگرتون رو زیاد بکنن کار دیگه ای نمی کنن. خواهشن عزیزان دلی که دارن اینا رو میبینن و مادر هستن، خواهشن اینا رو برای بچه هاشون استفاده نکنن، از بچگی عادتشون ندن که تیست شیرینی رو بگیرن و مواد آماده اینجوری رو به صورت ماست و این چیزا بخوان ببرن مدرسه یا اینکه ازش استفاده بکنن. اصلا این چیزا رو برای بچه هاتون استفاده نکنین و ندین که ببرنشون. مواظب خودتون باشین تا آیل بعدی که میریم ببینیم که اونجاها چقدر چیزها وحشتناک هست.